قبل از اینکه بخوام فتوشاپ رو به صورت کامل آموزش بدم و شرح تک تک تمامی ابزارها و دستورات برنامه فتوشاپ رو یک به یک مرور بکنیم، باید چند تا نکته رو در نظر داشت. یکی این که تعریف عامه از ابزارها ممکنه یه چیزی باشه، اما تعریف علمی از اون ابزار و دستور چیز دیگه ای باشه. من سعی میکنم به عنوان نه یک مدرس بلکه به عنوان یک محقق در زمینه‌های مربوط به عکس و ویرایش عکس شرح علمی ابزارها رو به شما بدم، نه شرح عامی اون رو. دوم که شما با دیدن این فیلم حتی اگر تمام حرفهای من رو هم حفظ باشید، حتی اگر تمام تک تک حرکاتی که من با موس انجام میدم رو با چشمتون نگاه بکنید و اون رو به خاطر بسپرید، باز هم یک ویرایشگر نخواهید بود مگر اینکه خودتون عکس رو باز بکنید و با کلیک موس شروع بکنید به کار کردن روی اون عکس. من ترجیح میدم فیلمی که دارم میگم رو شما یک بار کامل گوش بدید، سپس بار دوم اجراش بکنید و همراه با فیلم شما هم توی برنامه فتوشاپتون کار رو تکرار بکنید. فیلم رو نگه دارید و با فتوشاپ کار بکنید. باز هم تکرار میکنم، اگر 1000 بار این فیلم رو نگاه بکنید طوری که تمامی دستورات رو حفظ باشید و حتی قبل از من اون رو بگید، شما فتوشاپ کار نخواهید شد. پس با دیدن فیلم فکر نکنید که چیزی یاد گرفتید. عکس رو باید باز بکنید، اثر رو، کار رو، سند رو ایجاد بکنید و با موستون بر اساس متدی که شرح داده میشه یکی یکی جلو برید. هیچ وقت هم نمیخوام اون چیزی که در واقع گفته میشه یک حالت گذرا و بیفایده داشته باشه. من تمامی گزینه‌هایی که شرح میدم و دستورات و منوهایی که گفت میگم رو به صورت کاملا علمی بر اساس تمام تحقیقاتی که در این سالها انجام شده خواهم گفت و دوست دارم که شما هم به همین شیوه یاد بگیرید و به همین شیوه جلو برید و علت و چرایی برخی از دستورات و نحوه در واقع ایجاد کردنشون رو کامل یاد بگیرید و هیچ وقت نمیخوام یه چیزی سرسری گفته بشه و رد بشه. نکته سوم همین که اینی که الان شما دارید گوش میدید یک فتوشاپ مقدماتیه، گرچه کاملترین شاید آموزشی باشه که شما تا به حال دیدید، اما از نظر من یک آموزش مقدماتی و پایه است. این که میگم مقدماتی به این معنی نیست بی ارزشه، شاید با ارزش ترین نوع آموزش مقدماتی باشه، چرا که شما اصول رو در اون یاد میگیرید. طبق همه روال گذشته همه آموزش های مقدماتی که من اینجا ایجاد میکنم، اگرچه شاید صدها ساعت وقت روش صرف شده باشه و هزاران ساعت تحقیق روش انجام شده باشه، اما رایگان خواهد بود. در کنار این آموزش پیشرفته دیگه هم ایجاد خواهد شد که رایگان نیست، اما حتی اگر بخواید اون رو کامل یاد بگیرید، اول باید این آموزش مقدماتی رو بلد باشید. شیوه کار من توی این آموزش، ابتدا آموزش ساختن یک سند جدیده و تمام گزینه‌های اون رو بررسی می‌کنیم. سپس وارد جعبه ابزار میشیم و تک به تک تمام ابزارهای جعبه ابزار رو از ابتدا تا انتها با هم کار می‌کنیم و تمام خصوصیات و گزینه‌های نوار خصوصیات رو یک به یک شرح میدم. بعد از اینکه ابزار و جعبه ابزار تموم شد، وارد قسمت منوها میشیم و تمام منوها رو هم تک به تک کار میکنیم، غیر از منوی تیریدی که واقعا خودش نیاز به یک دوره آموزشی مجزا داره و همچنین غیر از برخی از تنظیمات مثل ویدیو لیرها که ما مجبوریم اینها رو هم باز در یک دوره جداگانه آموزش بدیم. ولی غیر از این یکی دو مورد همه گزینه‌های فتوشاپ رو تک به تک شرح میدیم که شما شرح کاملی از اون داشته باشید. از طرفی قاعدتاً در انتهای در واقع کار این فیلم طوری در واقع تدوین میشه و طوری دسته‌بندی میشه که شما هر زمان که دوست داشتید از فهرست اون بتونید که به دستور مورد نظر برسید.
خب پس با این حساب کار طولانی خواهد بود. امیدوارم که در حین کار کردن با برنامه فتوشاپ، مخصوصا در این قسمت فتوشاپ مقدماتی، حوصلتون سر نره، چون من میدونم مطالب پایه کمی کسل کننده است، کمی خسته کننده است، اما اگر حوصله بکنید به قسمت های جذاب فتوشاپ هم میرسیم و در قسمت های پیشرفته شرح بسیاری از افکت ها، شرح بسیاری از ساخت و سازها و اثرهای جذاب رو هم خواهیم داشت. منتها تا زمانی که شما این پایه و مقدمات رو بلد نباشید، رسیدن به اون قسمت بیفایده است و حتی اگر شما یک پروژه رو هم کامل یاد بگیرید، در نهایت فقط همون یک پروژه رو بلد خواهید بود و دیگه نمیتونید با خلاقیت خودتون چیز جدیدی ایجاد بکنید، چون ابزار رو نشناختید. اما وقتی ابزار رو بشناسید، میتونید که با خلاقیت خودتون، با به کارگیری اون ابزار به صورت هنری، هر لحظه چیز جدید خلق بکنید و ایجاد بکنید و هدف هم همینه. پس این قسمت مقدماتی رو گوش بدید.